هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای پابگوری که خودش رو به در و دیوار میزنه تا شاید تنور سرد نمایش انتخاباتش رو گرم کنه. هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. انتخابات یه وظیفه است، این یکی از کارها. ببینید به چه فلاکتی افتادن که شرط شناسنامه رو هم برداشتن و هر کس ما هر چی گیرش اومد میتونه رأی بده. ما قبلا شناسنامه بود و مهر میزدیم، الان با کارت ملی، کارت سربازی، گذرنامه، گواهینامه و شناسنامه میتونن رأی بدن مردم. خب زیر ساختها فراهم شده. بگذاریم از این که الان وضعیت نظام به قدری آشولاشه که ریزشیای خودشون از زبون در آوردن و از این حرفا میزنن. اصل 107 قانون اساسی، قبلا هم اصل 112 بود که رهبر در مقابل قانون مانند سایر افراد در کشوره. صراحته، یعنی رهبر هم در مقابل قانون مانند افرادی دیگه است. چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق این است که الان ما یک حکومت جمهوری اسلامی داریم کمرنگ، ولی یه حکمرانی دیگری داریم در عمل پررنگ. عظما میخواست نظامش رو یک دست کنه، اما الان هر کی از راه میرسه یه پنجولی بهش میکشه. این یکی هم برگشته به عظما میگه الکی فتوای انتخاباتی برای ما نده، هیچ مرجع تقلیدی پشتت نیست. از صدر اسلام تا امروز یک فقیه نگفته این حرف رو که اینجوری اینا دارن برخورد میکنن. من الان مراجعی که تو قوم هستن هیچ کدومشون رو موافق با حاکمیت هیچ کدومشون نمیبینم. اینو بهتون بگم، حتی مثل کسایی مثل آقای نوری همدانی مکاری، آقای جعفر سبحانی، اینا که یه وقتی حمایت هم میکردن رسما، ولی امروز اینجوری. حکایت نظام ولایت حکایت این سنگ پوکه که با یه قلب سنگ کارش ساخته است. البته مردم ایران خیلی قبل‌تر از اینها حرفشون رو به خامنه‌ای تو خیابونا زدن. بعد از انفجار تو کرمان یکی از خبرگزاری‌های رژیم این فیلم کوتاه رو منتشر کرد، اما بعد از مدتی اون رو برداشت. گذشته صدای انفجاری توی مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان شنیده شد. مسئولین گلزار میگن که صدا مال انفجار چند تا کپسول گاز بوده، اتفاق خاصی برای کسی نیفتاده، جمعیت در آرامش کامله و مسئولین دارن نظارت میکنن که ببینن چه اتفاقی افتاد. از اون طرفم یکی دیگه پیدا شد که چنین صوتی داد. سلام، خسته نباشید، خدا قوت. بفرمایید وضعیت چطور هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه در این حمله تروریستی تعداد زیادی از هموطنانمون شهید و مجروح شدن و خب به هر صورت ما از قبل آمادگی اینو داشتیم و در حقیقت اون شرایط رو از قبل فراهم کرده بودیم. بیمارستانامون همه در شرایط آمادگی 100% بودن. عظما هم برای که همین قضایا رو ماسمالی کنه بساط کتلت پزی رو پهن کرد و خفاشای داخلی و مزدورای خارجیشو بسیج کرد. بچه‌ها فقط میخواستم براتون استوری بگم از این همه عشقی که مردم دارن به حاج قاسم ابراز میکنم، از اینکه اینقدر پر جمعیت با شکوهه. خدا نگذره از دشمن ایران و اسلام، خدا لعنتشون کنه. این یکی هم برای که عقب نیفته در پاچه خاری عظما سنگ تموم گذاشت. قاسم سلیمانی رو بخشی از یک نیرو میدونم که مورد احترام منه، یعنی فقط قاسم سلیمانی نیست که مورد احترام منه، اونایی هم که باشون همکار بودن هم واقعا به همون اندازه آقای سلیمانی برای من اهمیت دارن. اینا یه آدمایی هستن که خیلی برای کشور جون کندن، جنگ کردن، جون باختن، جون حفظ کردن و از این حرفا. و اما در مورد شخص قاسم سلیمانی، خب ایشون یه نظامیه و به عنوان یه نظامی
خب هر ارزیابی که ازش میشه باید در اون چارچوب بشه و به عنوان یک آدم نظامی وطن پرست بود، عملگرا بود، واقع بین بود و در همین حالم به نظر من متجدد، اما یک مأموریتی هم بهش داده شده بود در سپاه قدس به عنوان فرماندهش که ایشون رو بیش از این که در حرف درگیر کنه با مسائل و با افراد، در عمل درگیر میکرد. این سلبریتی مواجب بگیرم به مغز نداشتش فشار آورد و چنین کشف مسخره‌ای کرد. حاج قاسم سلیمانی رو دنباله همه فرهنگ ایران میدونم، دنباله همه شاهنامه میدونم، دنباله رستم میدونم که مرزبان 700 ساله مملکت بوده. مشنگستان این هفته رو با پرت و پلاهای پاسدار قاآنی شروع میکنیم که میخواد به بسیجی‌های وارفته روحیه بده، اما خودش هم نمیدونه چی میگه. بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی کار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن. میرن دقت میکنن، میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی، لذا بهشون میگیم تا زوده برین و الا بیرون میندازنتون. به شدت زیر فشارن، تبلیغ میکنن، شلوغ بازی میکنن، خجالت هم نمیکشن. اینقدر شکست خوردن، آخر برای آبروی خودتون هم که شده یکم فکر کنین و خاک عالم تو سرتون. نمیفهمین، اما تمام اینها نوشته شده توی دفترهایی که باید بشود، به حول و قوه الهی یکی به یکی خواهند خورد. پاسدار سلامی هم که بعد جوری تو باطلاق جنگ منطقه گیر کرده، یه روز خط و نشون میکشه و یه روز اینطوری میگه: انتقام از همه شهیدانمان گرفته خواهد شد. من میخواهم بگویم انتقام این شهیدان قبل از شهادتشان از دشمن گرفته شده است. اجازه بدهید. خلاصه که این جماعت هراسون بعد جوری دچار خود درگیری شدن. یه چیزی تو این مایه ها. خشم اژدها، این چشمانه. واسه خودتون کیف کنید، شاد باشید. گاوگیجه پاسدار سلامی به جایی رسید که رفت سراغ تیم ملی فوتبال تا براشون راجع به هوش عضلانی فک بزنه. ما با زحمت اومدیم کار کردیم، اینقدر عضلاتتون رو پرورش دادیم که دارای هوش عضلانی شدیم. نگاه کنید، یک هوش داریم ما، نتیجه تجربات ذهنه، اما وقتی شما خیلی تمرین میکنید این هوش از ذهن توزیع میشه در عضلات. یعنی بدون اینکه شما تصمیم بگیرید پاهای شما خودش توپ رو به حرکت در میاره. اون بچه‌هایی که فوق العاده تاکتیک پذیرن و میتونن حرکات بسیار قوی با سرعت عمل با توپ انجام بدن، هم سرعت و هم دقت رو با هم به کار بگیرن، اینا همونان که این هوششون به مهارت تبدیل شده. توی این وضع و اوضاع از دلقک‌های عمامه دار و بی عمامه کاری جز این مسخره بازی ها بر نمیاد. ایرانه اگه بخوای فتنه بسازی، طلبه ها جون میدن نمیذارن. اگه کسی عمامه پرتاب کنه بره هوا میشم فدای. من خاک پاش خب آخه من یه آخوندم. اینجا ایرانه، اینجا آخوندا چه باحالن، اینجا
اینجا ایرانه شیخاشم هماسه میسازن اینجا ایرانه زن و زندگی چه آزاده مردم میهن ایران چه آباده. وقتی عظما دید حریف ده نودیا نمیشه و کفگیرش به ته دیگ خورده، این گوریل پشمالو رو آورد تا براش به جای ده نودیا عربده بزنه. سلام فرمانده، سلام سلام از این نسل غیور جامان، سلام سید علی دهی نودی هاشو فراخنده، سلام فرمانده. این شما و این آخرین دست و پا زدن‌های تیوی ریش برای گرم کردن بازار کسادش. و اینم شیر و الاغ، یه لیوان به من بدید. بفرمایید. خرمانی تو ببین عاشقانه گفتی اومد. عشق تو یه ذره آقا رفته اونجا خرابکاری کرده یا عزیزم. سلطان خر بفرمایید بالا. سلطان خربازی. یه نمونه از این خربازی ها رو تو این برنامه ببینید که زدن کمر کارشناس برنامه رو شکستن. حاجی حالت خوبه؟ کمر ممرت میشکنه؟ شکست یارو تفت کمره؟ شکست تعطیل شد برنامه.